به نام و یاد خداوند مهربان. سلام خدمت شما بینندگان گرامی، امیدوارم صحتمند و خوب باشید. فریبا احمدی هستم با یک دیگر از ویدیوهای آموزشی در خدمت شما می باشم. در این ویدیو یک مدلی از حجره حیوانی را آماده خواهیم نمود. موادی که برای ساختن این مدل نیاز داریم: یک ظرف پلاستیکی، کارتن، قیچی، کاغذ رنگه، قلم، سرش، خمیر بازی اطفال و یا موم. در مرحله اول کارتن را به اندازه دهنه ظرف قیچی میکنید. کارتن را به اندازه دهنه ظرف قیچی کردیم. حال روی کارتن با کاغذ رنگه پوش میگیریم. کارتن پوش گرفتیم. کارتن در دهنه ظرف پلاستیکی سرش میکنیم. حال مرحله ای است که تمام اعضاچه های داخلی حجره حیوانی را با استفاده از موم آماده کنیم. به خاطر وضاحت بهتر نام هر کدام از ارگانل ها را بالایش میمانیم. غشای حجروی، سایتوپلازم، هسته و هسته‌چه، اندوپلازمیک ریتیکولوم، دستگاه گلجی، لیزوزوم، مایکروتیوبیول، مایتوکاندریا، رایبوزوم، واکیول و سنتریول. این هم مدلی از حجره حیوانی. امیدوارم برایتان مفید واقع شود. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا دیدار بعد، خداوند یار و نگهدارتان.